3 نفر از علما با هم نشسته بودند. یک عالم از یهود بود، یک عالم از نصرانی ها بود و یک عالم هم از علمای اسلام بود. بحث رازی میکردن که وقتی از یهود پرسان کردن که شما الله را عبادت میکنین؟ گفت بله ما عبادت میکنیم. چه وقت عبادت میکنین؟ اونا گفتن که ما روزهای شنبه عبادت الله را میکنیم. پیش ما روز شنبه روز مقدس است در نزد یهودیا، ما امروز الله را عبادت میکنیم. و 6 روز دیگه در هفته چی میکنین؟ اونا گفتن ما 6 روز دیگه در هفته مطابق برنامه های شخصی خود برای خود کار میکنیم. وقتی از نصرانی ها پرسان شد که شما چی میکنین؟ اونا گفت ما در هفته یک روز که روز یک شنبه هست، روز مقدس است پیش ما، دمی روز عبادت میکنیم و 6 روز دیگه از ایره چی میکنیم؟ 6 روز باقی مانده از ایره کار میکنیم برای خود و برای نفقه و فامیل خود. در این جمله وقتی از مسلمان پرسان شد که شما مسلمان چی میکنین؟ شما مسلمان ها چه وقت عبادت میکنین؟ آیا شما هم مثل یهود و نصارا تنها روزای جمعه که روز مقدس تان است عبادت میکنین؟ مسلمان گفت که نخیر، ما 24 ساعت شبان روز در طول هفته، یعنی 7 شب و 7 روز و در طول ما همون 30 شب و 30 روز کلش عبادت میکنیم. کسایی که در مجلس حضور داشتن پرسان کردن خیلی شما مسلمان ها مثلا کار نمیکنین؟ نماز مثلا شما میمانی ندارین، شما پارتی ندارین، شما مجلس ندارین، شما عروسی ندارین و سوالای زیادی از پیش ازی کردن. شما تشناب نمیرین؟ شما غسل نمیکنین؟ شما با فامیلتان، اولادایتان، با همسرتان نشست برخاست ندارین؟ شما روابط جنسی با مشروع مطابق دینتان ندارین؟ این مسلمان در جوابش گفت که ما مسلمان ها یک قاعده داریم که هر عملی را که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدیم، ای در دین ما عبادت است. مسلمان است، یک نفر عروسی میکنه عبادت میکنه و یک نفر دیگه عروسی میکنه در گناه حساب میشه. آن نکاح من سنتی هست، نکاح و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس چطور یک نفر ازدواج میکنه در حین ازدواج کردن مبتلا به گناه میشه؟